رازهای مهتاب شب، مجموعه شعرهایی که سال 1967 در نشریات عرفان انتشار شده به دست خواننده رسید و ثنای جمال وطن، ثنای آزادگی و آزاد آهنگی مردم شریف و محبت و سعادت و صداقت را خیلی زیبا و شیرین و نمکین تقدیم گوش و هوش خواننده نمود و از ظهور استعداد جدید درک داد. سلسله سال 1973 آمد به دست خواننده، باز هم توسط نشریات عرفان، و سلسله بسان حلقه پیوند اجداد و اولاد همچون سلسله دار دیروزیان و فرداییان سلسله جنبان دوره ها شد در صفای باطن خواننده. سال 1975 توسط نشریات معارف کتاب پی ستاره از پیکار هر روزه نورسان و جوانان، آرزوی و هوس، کردار نیک و بد آنان به خواننده پیام آورد و او را از دشت یاوان تا زمین‌های نوآباد میرچول به سیر کوهساران برد. سال 1978 نویدی از گنج از ویرانه آمد به خواننده و این کتاب سیاحتی بود به جهان بچگی و نورسی. کتاب مسئله های گوناگون اخلاق، معرفت، عرف و عادت و عنعنه و محافظت محیط زیست را برای خواننده تفسیر کرد و قهرمان‌های اثر با زیرکی و زرنگی و هوشمندی مثل گنج از ویرانه‌ها بیرون آمده در ذهن خواننده اندیشه‌های بیکر را سبزانیدند. داستان رخساره بعد رسیدن به دست خواننده سال 1978 تیز جا شد در دل و دیده، زیرا اینجا حرف و هجا از عشق بود، از چشم به چشم باز شدنها، از دل با دل دمساز شدنها، از شروعها، از اقدامهای سازنده جوانی، از شیب و فراز زندگی که به انسان رسوم راست رفتن می آموزد. حقیقت تلخ از طرف نشریات عرفان سال 1981 چاپ شده عبارت است از حکایه های کوتاه و نویسنده اینجا سیمای معنوی آدمان زمان را با محبت و صمیمیت و واقعی تصویر نموده که خواننده حتما خود یا همسان خود را در می‌یافت از مطالعه خط سوژه. تو تنها نی. اول سال 1980 در شماره های 5 و 6 مجله صدای شرق و همان سال از طریق نشریات معارف انتشار شد و موضوع، مواد و مطالب این قصه را خوانندگان خوب پذیرفتند، چون قصه سرگذشت واقعی بود. قهرمانها همه گروه معدنجویان، کوهکن و گیالوگ ها و نویسنده تصویر و وصف طبیعت، کوهسار وطن و وادی های آن، دریاهای کوهی و منظره های دشت و دمن آن را نه فقط برای اظهار احساسات و روح وطن دوستی، بلکه برای افاده عقیده های فلسفی و جهان بینیش در این قصه نشان میداد و چنین بررسی مسئله ها مهمی اخلاق و آداب و تشکل شخصیت قهرمان جوان خیلی جالب آمد به ذهن خواننده. کتابی از عرش تا فرش، مجموعه حکایه و قصه هایی که نشریات معارف سال 1983 نشر نمود و مخاطب این کتاب نوجوانان و نورسانند. حکایه و قصه ها از خاطرات بچگی تا محبت نخستین و خودشناسی ها، چنان که در عرف میگویند
از عرش تا فرش را فراهم آورده است که این امر با آگاهی کامل و دیدگاه‌های خاصه ادیب به زندگی و شناخت‌های انسان اشارت دارد که از همین لحاظ خیلی به زودی از جانب خواننده پذیرفته شد. مجموعه شعرهای تفت دل به دست خوانندگان رسید سال 1984 توسط نشریات عرفان. تفت دل که صحفه به صحفه شعر وطن بود و شعر آب و خاک سرزمین دلاویز و شعر مردم هنرپرور خیلی به زودی خواننده خود را یافت و گردید مقبول دلها. پاوست و حکایه های سرشار از مسئله های اخلاقی و حیاتی که با روانشناسی عمیق و صنعت والای نگارندگی مؤلف تیز به دل خواننده راه یافت، در صفحه کتاب تار و پود تصویر شده بود که سال 1985 به چاپ رسید و به دست خواننده. اگر وی مرد می بود. این کتاب سال 1987 در نشریات ادیب منتشر شد و یک نوید تازه بود برای اهل نظر. شکست ثروت در مقابل محبت و صداقت انسانی، کار و زندگی شایسته در رو برای فریب و حیله و نیرنگ و دسیسه قلابان، عشق و وفاداری در هماهنگی آرزوهای جوانی موضوع مهمی بود که مؤلف مورد تصویر قرار داد و با تألیف این قصه پرحکمت واقعی ثنا و صلاح خواننده را لایق گردید نویسنده خیلی شایسته. پیش از شب عروسی توسط نشریات ادیب در سال 1989 به خوانندگان پیشنهاد شد. پاوست جدید ادیب از عشق معصوم دختر جوان با نویسنده قهرمان داستان حکایت می کند که خواننده را از زندگی، دوران و قانون و قواعد زمان آشنا می سازد. پیش از شب عروسی با محتوای جالب کتاب روی میزی خوانندگان گردید و به شکوه نویسنده عزت و احترام زیاد فزود. کتاب صحنه گردان که سال 1993 به چاپ رسید مجموعه مقاله و آچرک‌ها را در بر می‌گیرد. نمونه محصول فعالیت ایجادی 25 ساله نگارندگی در چند رشته مختلف ادبیات، ترغیب و تشویق، تقریض و تحلیل، مصاحبه و مقالات در موضوعهای داغ روز نوشته شده را فراهم آورده که همه به فعالیت روزگار تلخ و شیرین ما مربوطند. و این کتاب نیز خیلی به زودی خواننده خود را پیدا نمود و نظر نیک ایشان نیز به نویسنده کتاب دسترس شد و باز هم به شهرتش شهرت فزود. و این نامگوی اثرهایی بود که به نویسنده بهرام فیروز نام نیک و یاد سبز و عمری ابد بخشیدند. ورنه 13 ساله می شود که بهرام فیروز در قید حیات نیست، رفته به سوی بی سویی و با ملکوت پیوسته که یادش به خیر باد. بهرام فیروز از نویسنده های نسل دوران شوروی تاجیک است که خب برای به تاریخ ادبیات ما خصوصا برای پیشرفت نسلی معاصر تاجیک خدمتی نظرات انجام داده است. در ادبیات تاجیک خصوصا نسل آن با اثرهای بسیار جالب خود که موضوعهای گوناگون را در بر میگیرند در ادبیات نقش و جایگاه سزاوار خود را گذاشته است. این یک حقیقت بحث است. اکثریت قشر جامعه کاتگوری های گوناگون اثرهای نویسنده را مطالعه میکردند، خصوصا جوانان هم با روح و با مثلا
خب جریان تحلیل های حیات زندگی خلق در قلم بهرام فیروز آگاه بودند. با میدان ادبیات همچون شاعر وارد شدم، زیرا که از ادبیات کلاسیک ما خیلی خوب واقف بودم. خط نیاگان رو بسیار خوب میدونستم و بیشتری اونها رو با خط اصل در ایام کودکی و جوانیشون علاقه مطالعه کرده بودم. یعنی سطح دانش خیلی وسیع داشتم. هنگامی که در آموزگاری شهر سمرقند تحصیل میکردم و خودشون هم اشاره میکنه که من به بیماری مطالعه کتاب گرفتار شدم و تا آخر عمر از اون دیگر کنده نتوانستم. یعنی همیشه در پی مطالعه بودن و تکمیل دانششون. با همین خاطر نویسنده خوب هم شدن، چون خواننده خوب بودن. جانبیک و محمد زمان و معظمه و محب قربان و ادیبان جوان با حکم تقدیر شاگرد آنها شدیم و به ما جوانها با یک نظری پاک می نگریستن. کوشش میکردن با سخن و با عمل و با تحریر ما را تربیه کنند که عمر باد منت داریم. در چند مؤسسه های فرهنگی هم کار کردن، همچون روزنامه‌نگار هم فعالیت کردن. یعنی در نشریه های دوری همچون روزنامه‌نگار فعالیت کردن و با محیط ادبی پایتخت آهسته آهسته وارد شدن. بعداً به مجله صدای شرق به کار آمدن به حیث محرر شعبه نقد ادبی. یعنی که این اون رو بازگو می‌سازد که اونها علاقه به سطح رسیده بودن که میتوانستند آثار همپیشگان خود را نقد کنند. بهرام فیروز فقط 55 سال، یعنی از سال 1939 تا سال 1994 عرض هستی داشت در گلستان وجود و نتوانست به طور باید و شاید دلها را و محفلها را آفتابی بنماید. حضور عزیزش می توانست به زندگی خواننده‌اش رنگارنگ معنی بفزاید و اما مرگ فرصت را گرفت. ولی باز هم در او 55 سال فرصتی که داشت در اختیار نویسنده بهرام فیروز توانست شایسته زیستن، توانست شایسته فعالیت کردن. بهرام فیروز به میدان ادبیات چون شاعری رنگین خیال و تازه بیان وارد شد. در یک مدت کوتاه شعرش پذیرفته گردید. در محفل‌ها صدا داد، سرود شد و دلنشین شد. اما بهرام فیروز در سالهای 70 قرن گذشته دانسته هوشمندانه به نثر رو آورد و استقبال گرم خواننده و منقدان زمان سبب شد که بهرام فیروز دامن شعر برچیند و دیگر فقط و فقط در میدان نثر با زور قلم عرق جبین اندیشه بریزد. و کار ناتمام نویسنده بهرام فیروز اثر غفلت زدگان بود که بعد مرگ ادیب با لطف و با مرحمت و محبت خانواده به چاپ رسید و پیشنهاد طبع‌ها گردید. و بیننده عزیز، ما گروه ایجادی وقت اثر غفلت زدگان بهرام فیروز را در عصر تازه پیشاروی تفکر نسل جدید برخورد ذوق‌ها دریافتیم، ضرور دانستیم که از این باب باید گفت. و اینک بیننده ما بفرمایید کتاب غفلت زدگان بهرام فیروز. رمان غفلت زدگان از سالهای 30 گرچند اشاره می شود که از سالهای 30 تا سالهای 60 روزگار مردم اطراف سمرقند رو در بر گرفته است، ولی فکر میکنه که پیشتر از این هم حتی تو به انقلاب نزدیکتر، چون که اشاره ها هست در اون رمان در این مورد. همین رمان یکی از اثرهای بسیار هم بلندغایه از جهت فراگیری
воқеаҳо мавзӯи интихоб карда бисёр диққати аҳли адабро ба худ кашид. дар ин роман тавонистанд ки мушкил, азоб, машаққат, беҳуқуқии мардумро дар ҳамун солҳои аввали барқароршавии ҳукумати шӯроҳо ва баъдтар бисёр равшан, возеҳ бозгӯ кунанд. ما حکایه‌های آن کس را پاویس‌های آن کس را خوانده اسلوبشان را می‌دانستیم، فرق می‌کردیم و در این رمان دیدم که یک کمالات دیگر است. дар ҳамин романи ғафлатзадагон ҳамин панорамаи воқеоти солҳои 40-50-ро то 60 ибтидои 60 ҳамин хел бо диду дарку фаҳмишу бардошти худ аз дигар равзана ба ин мавзӯъ наздик шудааст. роман ки 28 боб дорад, 28 боб дорад, бисёр нуктаҳои ҳаёт, масалан дуруеиҳо ву чандуруеиҳои мардум дар он давра масалан бисёр бо рангҳои хос тасвир шудааст. масалан و در هر یک باب یک بهرام فیروزی با یک دیدی بسیار میهم پرستانه با یک بارگ نظری به خواننده نگاه میکند. در این اثر همچنین باز خب حیات قهرمانان اساسی در خب بدرغه مثلا تصویر می شود که این هم یکی از صحیفه های دانستنی روزگاری هم وقتی شوروی می باشد. وقتی که این اثر میخونید قهرمانی وای مثلا ملا مراد سرشویش همین است که از بدرغه برمیگردند در عربه سوار همراه بچکاشو در عربه جسدی زنشو میبرند که در همون غریبی در همون ملک بیگانه عذاب‌های زیاد را کشیده و اکنون همون جسم بیجانی او را با شلوغش آورده همین جا به خاک سپردنی است. قهرمانی اساسی همین رمان غفلت‌زدگان یک شخصی هست که در اولی سالهای ساختمانی نوی جامعه سوسیالیستی و به اصطلاح زمان کالخوزسازی از شخصانی یک روی راست قول حقیقت پیشه حقیقت گو معروف شده بود اما حیات جامعه سوسیالیستی به تمام خوب موقعی او را دیگر میکنه. واقعا رمان غفلت‌زدگان سال 1999 در نشریات ادب پس از 5 سال درگذشت نویسنده با فراگیری قسم اول رمان غفلت‌زدگان انتشار شده است و کتاب مذکور واقعات سالهای 30 تا 60 قرن گذشته با نظرداشت حقیقت واقعی و تاریخی را در بر می‌گیرد. قهرمان اساسی رمان مرد است که با قدرت ادراک و دوستی و محبت به مقابل ناحقی و ناانصافی و ناعدالتی خیلی مبارزه میبرد. در تلاش زندگی راستین کوشش و تلاش و طلب و پرخاش می‌نماید که این البته به خواننده بی تأثیر نمیماند. نویسنده کوشیده است که با یک سبک بسیار استوار، با قلمی متین، با یک دید خاص، با یک دانشی پروزعتی تاریخی، با یک درک عمیقی ماهیت رویدادهای سالهای 30 40 تا 60 خلق تاجیک همین رمانش را با وجود بیارد. قهرمان غفلت‌زدگان یک و پسیمیست است و خوشبین نیست، پسیمیست است. به هر یک رویداد با نظری تنقیدی با چشم تنقید می نگرد. وقتی که جنگ بزرگ وطنی با غلبه انجام می یابد همه خرسند می شوند جنگ با غلبه انجام یافت و دیگر خیلی می گوید من از آن خرسندم که جنگ تمام شد، اکنون آدم ها دیگر کشته نمی شوند و درباره غلبه نه، درباره جنگ انا همین که این آفریده توانستن این دنیای باطنی قهرمان کشاده دیدن این هنری هر کس نیست. قهرمان هایی که در اینجا عمل میکنند اینا مهنت کشند در همه حالت، یعنی اینها همیشه به زندگی خوشبین بودن با وجود همین وزنینیایی که همون ایدئولوژی زمان به سر مردم بار کرده بود
اینها مشقت میکشیدند، عذاب میکشیدند و زندگی رو پیش میبردند و همین ملک آباد میکردند. اگر ما خواهیم که دستاوردهای امروزمون رو، زندگی امروزمون رو اگر بررسی کنیم، یعنی تحلیل کنیم، ما باید به گذشتهمون رو بیاریم که در گذشته کی بودیم، در کدام حالت قرار داشتیم، امروز در کدام حالت هستیم. یعنی این اثر هوشدار است. یعنی ما باید بعد از مطالعه همین رمان غفلت زدگان باید که سبق گیریم. یعنی نسل نوراست، نسل آینده سازیم ما در اون تمام کشور جامعه. البته خواننده از او برای خودش منفعت میبردارد و بر روزگار گذشتگان خودش، بر روزگار بابای و بیبی هایش که در اون دوران زندگی کردن آشنایی پیدا میکند و خواننده هوشمند به خلاصه میآید که از این نعمت بزرگ استقلال شکرانه باید کرد، از این وحدت ملی شکرانه باید کرد، از این برادری شکرانه باید کرد. یعنی امروز ما میتوانیم که آزادانه حرف خودمون بگوییم، امروز ما میتوانیم که از حقوق خودمون دفاع کنیم. بهرام فیروز را ادیب حق تلاش میگفتند، زیرا در کار و در زندگی یک سخن و یک رو بود. همیشه با دلیل سخن میگفت. تقویت بیانش نه فقط بیت از شعرهای دوشین یا امروزی بود، همزمان اقتباس‌های مشخص از آثار فیلسوفان، کیمیا و ریاضیدان‌های جهان نیز حروفش را تاثیرگذار می‌نمودند. جذابیت و مستوری و تازگی آفریده‌های بهرام فیروز ریشه جان خواننده دیروز و امروز و فردا را تکان سبز می‌دهد، به آن دلیل که در آغاز فعالیت ایجادی عروس طبع جلوه کرد در قالب شعر و شعر گفت در آغاز بهرام شاعر بود. چون اول شعر گفت دیگر تا آخر آن شاعر باطن در همه آفریده های بعدی نویسنده با دید و با درک و قبول شاعرانه ظهور میکرد گاه گاهی. و اینک با دل لبریز هوس ها و لحنی پر از ترانه شاعر ماند بهرام فیروز و در برابر این نویسنده تازه نگار و دقیق نظر نیز اعتراف گردید و عزت یافت. از اسلوب استاد من فهمیدم که و سبق هم گرفتیم که همه به هر یک رویداد حیات با یک احتیاط و ملاحظه انفرادی نظر انداخته تصویر کرده. نقد ادبی ما اولو بهای واقعی رو به این اثر نداده است، یعنی این اثر تا جای در حاشیه مونده است. فکر میکنم که آینده منقدان حرفه‌ای ما با او رو میارن، بهای واقعی را به این اثر میدهند. او را زیاد یاد میکنند. در واخوری ها، انجمن ها، در دیدار و وادیدها از او زیاد میگویند و این به حکمت نیست. یادی بهرام فیروز یادی دیروز ملت ماست، زیرا بهرام فیروز از سرنوشت انسانهای این ملت زیاد گفته. یادی بهرام فیروز یادی آفریده های سبز و مست تپیش نویسنده است. یادی بهرام فیروز خود را یاد کردن است، یعنی زیرا هر خواننده نویسنده در هر اثری آفریده شده خود را در می‌یابد، میشناسد و اهل خانواده خوب میدانستند که شهستون خانه‌شان از قلمروان فرد و افروز تازه آغاز از اهل ذوق و اهل راز است و با درک این زحمت همگی میکوشیدند و فضا فراهم میساختند تا ادیب با لطف اندیشه های بیکر و سازنده با کلک معجزه از امروز برای فردای جاویدانه نقب بکند. یعنی همه ابتکار و تازه‌کاری های ایجادی ادیب ابتدا گرفته از گرمی خانه، از تپش قلب اهل بیتش، از حضور پرمحتوای مادر فرزندهاش، یعنی از بردم و مستحکم بودن عقیبگاهش که این خیلی مهم است برای هر یک ایجادگر. امروز آرامگاه این مرد بزرگ، این مردی که تمام عمر با نوشتن سر کار داشت، توسط کتابهایش با خواننده‌اش گفتگو میکرد، در
قبرستان گنبد خشک شهر خوجند مدفون است. آرامگاهش در اوج قرار دارد و بسیار رمزی هست که در سر قبرش از یک 4 مصرعی از خود همین نویسنده حکاکی شده است در سنگ سر قبرش که تمام آرمان، تمام آرزو، تمام هوس، چی شخصیت بدن او، شاعری که در کدام سطح قرار داشت، همه را بازگو میکند همین 4 مصرع. تمام درد علم و حسرت و اون چی که از این جهان امیدوار بود در همین 4 مصرع تجسم خود را یافته است. از مرگ امان کی یافت تا من یابم، باز عمر جوان کی یافت تا من یابم، شعرم همگی پیام فردای من است، زین بیش جهان کی یافت تا من یابم. برای شاعر نویسنده جهانش همین است که از او چیزی به خواننده رسد و نام او را زنده ماند. و نام این نویسنده، نام این شاعر توانای ما همیشه در دل هواداران کلام ناب زنده است. از او به نیکی یاد خواهند کرد. ما هم دعاگوی اون هستیم که خانه آخرتش همیشه پرنور باشد. شاگردانشان، همکارانشان، باور دارم که کارهای ایشان را ادامه میدهیم و اثرهای شایسته آفریده غفلت زدگان امروز را، غفلت زدگان فردا را آگاه میکنیم که میهن پرست، میهن دوست باشند، نسبت تقدیر ملت وطن بی‌پروا نباشند و خالصانه با یک نکته سنجی با خردمندانه مبارزه برند. خلاص بیننده عزیز، راه زندگی و مسیری که بهرام فیروز در گلستان وجود در جاده علم و ادب رهسپار بود واقعا آموزنده است. 4 سال تحصیل در آموزشگاه پداگوژی تاجیکی مرکز کهن علم و فرهنگ سمرقند باستانی، ختم کرده بخش زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری شهر خوجند، استاد دانشگاه آموزگاری شهر خوجند، محرر کمیته دولتی تاجیکستان عاید به تلویزیون و رادیو، حالا کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مدیر شعبه تشویقات و ترغیبات روزنامه کمسمال تاجیکستان، فعالیت در روزنامه مدنیت تاجیکستان، مدیر شعبه ماهنامه صدای شرق، فعالیت ادبی در انتشارات معارف و ادب، سردبیر مجله ادبی سیحون. و هر جا که فعالیت کرد بهرام فیروز با قلب پر از امید و آرزو، با هدف و نقشه های عجیب و نجیب، با اندیشه های بیکر و سازنده و با خواسته های خوشبینانه فعالیت کرد. بنابر خدمت ماندگار ادب با نشان و پاداش دولتی قدر گردیده است. یعنی بهرام فیروز کارمند شایسته فرهنگ تاجیکستان و برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی بوده. اگرچه در اوج کمالات عمر و در اوج کمالات ایجاد رفت به سوی بهسویی در جهان شعر و ادب، در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک، در دل خوشچینان یوسفستان عالم معانی و هم در ذهن عاشقان کلام بده عمری سرمد یافت. یادی این چهره تابناک عالم ادب در سبزترین فصل واژه ها سبز و خیر باد برای ما و شما. چنان که بزرگان گفتند سخنوران تولد دارند و مردن نی. بهرام فیروز سخنوری اصیل بود و نام او با بهترین گوهر گنجینه هستی، یعنی با سخن، زنده خواهد ماند. سید علی معمور، شاعر.